سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان دنبال کننده کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و به ویژه عزیزانی که به صورت ویژه برنامه‌های مربوط به استدیو شورا رو دنبال می‌کنند. امروز ما در زمینه بحث مطالبه‌گری صنفی معلمان در خدمت آقای امیر خراسانی هستیم، فعالان صنفی معلمان که به صورت مشخص روی بحث صندوق ذخیره فرهنگیان تمرکز دارن و این موضوع رو در واقع در این سالها دنبال میکنن. ما در همین رابطه، یعنی بحث صندوق ذخیره فرهنگیان، دو گفتگویی رو با آقای سورگی و آقای مهدی سورگی و آقای محمد داوری داشتیم. این سومین گفتگوی ما به صورت ویژه در مورد بحث صندوق ذخیره فرهنگیان است. آقای خراسانی، خیلی ممنون از اینکه پذیرفتید که در برنامه ما حضور پیدا کنید. بعد از سلام علیک دوست دارم به این موضوع بپردازید که در ابتدای البته کوتاه، چون میخوایم روی موضوعاتی که این روزها به شدت مورد توجه تمرکز کنیم. شما به عنوان فردی که توی بحث مطالبات صندوق ذخیره فعال بودید، یه نکته‌ای هست که به نظر میاد مثلا استراتژی که همیشه براتون مهم بوده بحث حضور در هیئت مدیره یا مجمع عمومی یا موارد این چنینی بوده. حالا نقدهایی هم که از اون طرف وارد شده به نسبت به شما از این زاویه است. اگر این موضوع رو یکم باز بکنیم بعد بریم سراغ مسائل بعدی. در خدمتم. به بسم الله میخوانم خدا را ز مشتی خاک آدم ساخت ما را. بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله النور. عرض سلام و احترام ارادت خدمت شما همکار بسیار خوب و بزرگوار خودم و خدمت همه همکاران بسیار خوب و نازنین و نجیب خودم که این گفتگو رو میبینن. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. در ارتباط با موضوعی که گفتید مشخصتر، خیلی شفافتر بگید یه بار دیگه آقای حبیبی، همین چیزی که اول مطرح کردید. حالا این خیلی شفاف بگید، خیلی راحت بگید چیه جریان. آره، موضوعی که ما الان اگه بخوایم در واقع مسئله رو در کلان ببینیم، یه گروه هستن که معتقدن که جریان مطالبه گران خارج از تشکل‌های صنفی منظورمه. یه گروه هستن که خب میگن ما فقط باید ارزش مالکانه رو دنبال کنیم، موضوعات دیگه فرعی هستن و ورود به اونها باعث میشه که در واقع اصل مسئله به حاشیه بره. یه گروه هم هستن میگن که به حال روی بحث ارزش مالکانه، دنبال کردن ارزش مالکانه تاکید دارن، اما میگن مدیریت صندوق ذخیره هم در طول همین مسئله ارزش مالکانه است و اساسا با هم دیگه منافاتی نداره. ما اگر نتونیم مثلا این مدیریت رو به دست بیاریم، اگر بتونیم این مدیریت رو به دست بیاریم، خود به خود ارزش مالکانه رو هم میتونیم بهش برسیم. این دو تا نگاه کلی هست دیگه. حالا شما رو مثلا به عنوان کسی که بیشتر به نگاه دوم اعتقاد داره و بعضا خب میگن این کسانی که نگاه دوم دنبال میکنن بیشتر از اون که دغدغه اونها، میگن نقد اوناست، بیشتر از اون که دغدغه معلمان رو داشته باشن، دنبال ورود به مسئله صندوق ذخیره و هیئت امنا و هیئت مدیره و موارد این چنینی که خودتون بهتر از من میدونید. بسیار خوب، خیلی ممنون که شفاف، خیلی بدون لکنت موضوع رو مطرح کردید. خود من کلا روی کردم اینجوریه. دوستانی که منو میشناسن، همکارایی که منو میشناسن، با در لفافه حرف زدن و با من کردن و با نمیدونم لکنت صحبت کردن کاملا زاویه دارم. شفاف همه چیز رو معتقدم که باید مطرح کرد. البته شاید جایی هم لازم باشه که تدبیر به خرج داد، نه از باب ضایع کردن حق، نه از باب پیچوندن افراد و کسایی که ذی نفعن و ذی حقن. به هر حال اون رو دیگه خود فرد تشخیص میده. اولا من یه نکته خیلی مشخص بگم. هیچ کس، تأکید میکنم، هیچ کس حق نداره موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان رو و موضوع ارزش مالکانه رو مصادره به میل کنه. یعنی بیاد بگه منم که میگم ارزش مالکانه ها،
دقیقاً اتفاقی که این روزها به خصوص تو کشور ما راجع به مسائل اعتقادی و عقیدتی متاسفانه وجود داره. یه عده معتقدن ما آدم خوبه هستیم، خدا ما رو خیلی دوست داره، در بهشتشو وا کرده، فقط میگه شما بیاین برین داخل بهشت. دقیقاً این موضوع متاسفانه تو صندوق ذخیره مطرحه و من به شدت با این موضوع زاویه دارم، به شدت زاویه دارم و تقبیح میکنم اونایی رو که میگن اگر بیایید کنار ما به سرمنزل مقصود میرسید. من به عنوان یک عضو، امیر خراسانی، عضو صندوق ذخیره فرهنگیان، یه معلم بازنشسته، با بانگ بلند میگم همیشه گفتیم و باعث تأسفه که عده‌ای از همکاران ما با شناختی که مثلا از خود من دارند دوباره میان این موضوعات رو مطرح میکنن. کدوم عقل سلیمیه که ارزش مالکانه رو رها کنه و بخواد بیاد یه موضوع مثلا به قول دوستان فرعی رو بهش بپردازه و پروبال بهش بده؟ بنابراین باز هم پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم که عده‌ای از همکاران به دنبال این هستن که بگن ما در حوزه مطالبه گری صندوق ذخیره آدم خوبه هستیم و بقیه در واقع به دنبال کسب و کار خودشونن، نمیدونم ادبیاتی عین کاسبان مطالبه گری را انداختن و خب واقعا باعث تأسفه. پیشنهاد میکنم، توصیه میکنم که ما کارهای مهمتری داریم از اینکه هی بیان اینو متهم کنیم اونو متهم کنیم که این به دنبال اینه اون یکی به دنبال اونه. بنابراین حرف اول و آخر هر معلمی من فکر میکنم بحث ارزش مالکانه است، شکی توی نیست. اما اینجا یه امایی وجود داره. ساختار فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان اینجوریه که یه اساسنامه ای داره، اساسنامه قانون اساسی صندوق ذخیره فرهنگیان. جدیدترین اساسنامه 15 اسفند 1403 به تایید هیئت امنا رسیده، قانونی در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده و در روزنامه رسمی قوه قضاییه هم به ثبت رسیده. اساسنامه چی میگه؟ اساسنامه میگه بالاترین رکن صندوق ذخیره فرهنگیان هیئت امناست. 15 تا عضو داره، 6 تاش به انتخاب معلمان عضو میان وارد هیئت امنا میشن. مگر ما مدام فریاد نمیزنیم که آقا مدیریت صندوق باید به دست معلم ها سپرده بشه، این صندوق مال من و امثال منه؟ چه دلیلی داره فردی که هیچ نسبتی با صندوق نداره بیاد برای من تصمیم بگیره؟ من معتقدم که دلش برای من و امثال من نمیسوزه. از کجا مطمئنم؟ 1 سال نه، 2 سال نه، 3 سال نه آقای حبیبی، همکارای محترم، 30 سال آقا، 30 سال، یک نسل، 2 نسل عوض میشه. 30 ساله اینا نشون دادن که بلد نیستن کار کنن، دلشون نمیسوزه. چون اگه دلشون میسوخت که این وضعیت و صندوق ذخیره فرهنگیان نداشت. شاید بپرسن چه وضعیتی؟ میگم اگه واقعا مردونه جرأت دارید بیایی بر اساس یک نظرسنجی درست و حسابی از معلمان عضو که حدوداً 1,800,000 نفرن یه نظرسنجی کنید. آیا از وضعیت 30 ساله صندوق ذخیره فرهنگیان راضی هستید؟ بله، خیر. ببینیم چند درصد میگن بله، چند درصد میگن خیر. مطمئناً بالای 95% میگن راضی نیستیم. یه ذره کمترش کنم بالای 90% میگن راضی نیستیم. خب پس ما به دنبال اینیم که مدیریت خودمون به دست بگیریم. یکی از گذرگاه‌های در دست گرفتن مدیریت اینه که افراد عضو شایستگان 6 نفر بتونن بیان وارد هیئت امنا بشن.
این یک امکانیه فعلا در دست ما. اگر ما از این امکان استفاده نکنیم، آیا من و امثال من رو متهم نمی کنن؟ شما که میگید مدیریت بیاد دست ما، شما پس چرا هیچ کنشی ندارید؟ و من میخوام سریع آقای خراسانی همینجا یه لحظه بله. مکس بکنیم. اونایی که در واقع منتقد این نگاه هستن میگن به این اشاره میکنن که خب در زمان آقای بطایی هم چند نفر از معلمای انتخاباتی برگزار شد، چند نفر رفتن مثلا تو هیئت امنا و دستاوردی نداشت و اکثر اون به نظر من اکثر اون کسایی که رفتن تو هیئت امنا جذب صندوق ذخیره شدن. یعنی الان مدافع منافع مدیران صندوق ذخیره به جای اینکه مدافع منافع معلما باشن. خب صحبت بسیار بسیار قابل تأملیه و میشه راجبش حرف زد، درسته؟ اما واقعا این چه منطقیه آقای حبیبی که اگر اونایی که رفتن اونجا فرض کنیم که حالا من خودم هم خیلی نقد دارم بهشون، خیلی نقد دارم، به خصوص به 2 تا از اون بزرگوارا بیشتر نقد دارم. حالا نمیدونم، من مشکل ندارم اسم ببرم یا نبرم. آقای حبیبی اسم من ببرم یا اول نبرم؟ برنامه به شما گفتم شما آزادید در مورد هر کسی خواستید بله. اسم. من افراد اگر مشخصا معترض شدن ما باشیم مصاحبه میگیریم. بله من مشخصا نقد دارم به عملکرد آقای سالاری و آقای مسعودی، خیلی نقد دارم. به خانم نظرپورم نقد دارم، ولی معتقدم که خانم نظرپور بیشتر سمت همکارا بوده نسبت به اون 2 بزرگوار. این نقد منه. حاضرم با تک تکشون بیام ساعتها بشونیم مستند بحث کنیم. من نه به کسی توهین میکنم نه بی احترامی میکنم، نقد میکنم. میگم آقا من نسبت به عملکردتون نقد دارم. اما سوال این چه منطقیه که اگر این 3 نفر یا هر 3 نفر دیگه رفتن مفید نبودن، پس حتما 6 نفر دیگه هم مفید نخواهند بود؟ این خیلی سسته این استدلال آقای حبیبی، این استدلال واقعا سسته. پس اگه اینجوری باشه اگر فرض کنیم نمیدونم یه رئیس جمهوری خوب نبود، پس دیگه انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشه چون اون خوب نبود. اگه نماینده مجلس خوب کار نکرد، پس دیگه انتخابات مجلس برگزار نکنیم چون اون خوب کار نکرد. شورای شهر خوب کار نکرد، شورای روستا خوب کار نکرد، پس دیگه انتخابات برگزار نکنیم. من واقعا میمونم این استدلال از طرف کسایی ادعا میشه که خودشونو واقعا بگم عقل کل و همه چیز فهم میدونن. من موندم واقعا این استدلال با چه معیار و ملاک منطقی میخونه. من بازم تکرار میکنم، انتخابات هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نص صریح اساسنامه است. ما میخوایم اساسنامه اجرا بشه دیگه. ارزش مالکانه رو گفتم دوباره یه عده بل نگیرن. من با بانگ بلند گفتم اگر بگن اولویت اول و آخرتون چیه، مطمئنا همه پشت هم میگن ارزش مالکانه. اون سر جاشه. ارزش مالکانه داره اجرایی میشه. حالا سهندم درج نماد شده، حالا انتقادایی هم من کار ندارم فعلا با اون. من میگم آقا تو این رهگذر یه امکانی وجود داره به نام انتخابات هیئت امنا. آخه همکار بزرگوار، آخه همکار عزیز، به جای اینکه پشت هم دیگه باشیم چرا میای اتهامات واهی، چرا اتهامات دروغین نسبت میدی؟ من خیلی صریح بگم آقای مهدی سورگی همکار منه، دوست عزیز منه، خیلی هم داره زحمت میکشه، از وقتش میزنه، از زندگیش میزنه، از هزینه هاش میزنه، از نمیدونم دانشش میزنه. آخه چرا باید بیای به من بگی که خراسانی تو دلیل مطالبه گرید عین این جمله؟ کجا؟ هم در گروه تلگرامی و هم در میتیک کانون صنفی فرهنگیان تقریبا فکر کنم 3-4 ماه پیش 4-5 ماه پیش برگزار کرد اگه یادتون باشه. با بانگ بلند میگه
این آقای خراسانی به این دلیل داره مطالبه گری میکنه که میخواد بره وارد هیئت امنا بشه. بله، من با بانگ بلند میگم، باکی هم از کسی ندارم، من بله قصد دارم کاندیدای هیئت امنا بشم، همونطور که 7 سال پیش کاندیدا بودم، شهرستان‌های استان تهران منتخب نفر دوم شدم، اومدم کشوری، اهل لابی‌های حال بد کن نبودم، اهل این که برم در اتاق همکارا رو بزنم بگم بیاین به من رأی بدین نبودم. یه میثاقنامه ای امضا کرده بودیم ما تعدادی، میثاقنامه، بر اون میثاق موندم. بنابراین جان کلام اینه که خواهش میکنم ما دنبال چیز مهمتری هستیم. اول به خودم میگم خیلی باید بی‌انصاف باشم، خیلی باید در حق اون همکاری که نمیدونم توی شهرستان سرباز لب مرز دنبال اینه که یه پولی دستش برسه جفا کنم که دروغ بخوام همکار خودم رو بزنم. آقا یه موقع اشکال نداره. بنابراین میخوام بگم این اتهام درباره خودم میگم واهی‌تر از واهیه، خیلی واهی‌تر از واهیه. خیلی ممنون آقای خراسانی. حالا به حال اگر از این موضوع عبور کنیم، الان شما خودتون میدونید که به حال یه گروهی افرادی مثل آقای، حالا اگر نمیدونم اسم ببریم بعداً دیگه همه میدونن، آقای مزوان حبیبی یه فراخوانی در واقع دنبال میکرد برای فراخوانی برای تجمع سوم دیما در مقابل صندوق ذخیره و خب تقریبا 1 ماهی هم تبلیغات شد در موردش و کمیته هم تشکیل داده بودن به عنوان کمیته انحلال یا کمیته پیگیری ارزش مالکانه و بیانیه هایی میدادن. دقیقاً 2-3 روز مونده به تجمع یه بیانیه اومد و از طرف آقای مزوان حبیبی بعد از طرف اون کمیته و کلا خب تجمع کنسل شد. حقیقتا من تا الانم متوجه نشدم اصلا علت این در واقع متوقف شدن تجمع چی بود. تنها چیزی که در واقع اطلاع رسانی شد که اینکه گفتگوهای انجام دادن. با کی گفتگو کردن؟ نهاد امنیتی بوده، نهادهای اجرایی بودن، نهادهای نظارتی بودن، شفاف و اعلام نشد. اگه شما میدونید شما بگید. گفتن گفتگوهای انجام شده، قولهایی دادن ما این ثبت میکنیم تا بهمن ماه. به حال شما جز اون اکیپ نبودید، شما و دوستان مثل آقای داوری، آقای باقری، کسایی که به حال توی گروه دیگه ای دارن این بحث رو دنبال میکنن. نگاه شما چیه نسبت به اون فراخوانی که داده شد و بعد کنسل شدنش؟ تحلیل چیه؟ فکر میکنی مشکل کجا بود که این تجمع برگزار نشده کنسل شد؟ ببینید بحث تجمع خب خیلی حرف دور و برش بود و اینکه کی این تجمع رو داره مدیریت میکنه، مسئولیتش کی میخواد به عهده بگیره. من قبل از اینکه به سوال شما به طور مشخص جواب بدم یه بحثی رو مطرح کنم. صحبتم در درجه اول با کسایی که تصمیم گیرن. شخص اول صندوق آقای کاظمی هستن، نه به عنوان وزیر آموزش و پرورش، نه خیر، ایشون رئیس هیئت امنا هستن، حالا وزیر آموزش پرورش هم هستن، نایب رئیسش که معاون ایشونه، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیر عامل. مقصر اصلی اینا هن که باعث میشن معلم ها بیان بریزن تجمع کنن. اتفاقا چند روز قبل از تجمع من یک کاری داشتم صندوق، رفته بودم دنبال یک کاری، با یکی از مدیران صندوق داشتیم صحبت میکردیم. همونجا همینو گفتم اگر 4شنبه تجمعی صورت گرفت، اگر نیروهای نمیدونم امنیتی نظامی اومدن، اولین کسی رو که باید برن و جلوشو بگیرن و بهش بتوپن اون همکار نیست.
همکار 30 سال صبر کرده آقا، کم 30 سال؟ بابا صبر ایوب هم باشه تموم میشه به خدا قسم. 30 سال به مطالبه من همکار پاسخ ندادی، من چیکار کنم دیگه؟ ما کجا بگیم که نرفتیم؟ هر جا بگیم ما رفتیم. نماینده مجلس، شورای نگهبان، آقای مظفر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، صندوق که الا ماشاءالله، معاون وزیر آقای فرهادی، دیگه نمیدونم کجا بگم. یعنی هر جا شما بگی، هر جایی که ربط داره و ربط نداره، پژوهش‌های مجلس، دنبال چی؟ دنبال ارزش مالکانه، دنبال حقمونی که حرفمونو بزنیم دیگه. خب نتیجه نگرفتیم. و جالبه اینجا بهتون بگم، جالبه تنها حاضر نشده با ما بشینه صحبت کنه آقای کاظمیه. امیدوارم آقای کاظمی حرفای منو بشنوه. آقای کاظمی چرا نمیای حرفای منو بشنوی؟ من نمیخوام با شما به عنوان وزیر حرف بزنم، کاری ندارم من با وزیر آموزش پرورش، من میخوام با رئیس هیئت امنا حرف بزنم. ایشون باید، تأکید میکنم، باید حرفای ما رو بشنوه. رئیس اونجاست، شخص اول اونجاست. و یکی از نقاط بسیار بسیار کور اساسنامه اینه که از ازل تا ابد بناست همیشه وزیر آموزش و پرورش بشه رئیس هیئت امنا. چرا؟ واقعا یه علامت سوال بزرگه. چرا؟ به چه دلیل؟ اتفاقا من میخوام بگم رئیس هیئت امنا بودن وزیر آموزش و پرورش نشان داده ناکارآمدترین شرایط رو صندوق داشته. چرا که اگه کارآمد بود این اتفاقا نمیافتاد که. اصلا وزیر آموزش و پرورش آقای حبیبی عزیز اصلا وقت داره؟ وزیر آموزش و پرورش یک سر داره 1000 تا سودا، اصلا خودش نباید قبول کنه. حالا من نمیخوام برم مسائل نمیدونم مذهبی و شرعی بگم، آقا حق و ناسه. شما اگه نتونی از مال من اونجا دفاع کنی مدیونی نسبت به من. آقای کاظمی در طول یک سال که 365 روزه، آقای کاظمی بپرسید چند روز تو صندوق بودی و چه اتفاقی میفته؟ یه نفر رو میاد وزیر، همیشه ما یادمونه دیگه از همون اول، یه نفر رو نماینده خودش میکنه تو صندوق. من به جرئت میتونم بگم اطلاعات و آگاهی من به عنوان عضو ساده و امثال من از صندوق بسیار بسیار بیشتر از رئیس هیئت امناست و اینو میتونم ثابت کنم. بیایم بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم رئیس هیئت امنا چقدر اطلاعات داره، من و امثال من چقدر اطلاعات داریم. چرا باید ایشون بشه رئیس هیئت امنا؟ به چه دلیل؟ من جهت اطلاعاتتون بگم یه نظرسنجی رو شخصا، هیچ ربطی به گروه 11 نفره و 12 نفره و 15 نفره و 20 نفره و 5 نفره نداره. شخصا به عنوان عضو، به عنوان شخصیت حقیقی یه نظرسنجی رو دارم مدیریت میکنم. یه چیزی حدود 15,000 نفر رأی دادن. سوال چیه؟ آیا موافقید که وزیر آموزش و پرورش همیشه رئیس هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان باشد؟ 85% میگن خیر. آقای کاظمی این معنا نداره؟ شاید بگی نظرسنجی شما ال است و بل است، اشکال نداره. من حاضرم بیاییم شما بیاییم بر اساس ساختارهایی که خودتون قبول دارین یه نظرسنجی را بندازیم. تازه من معتقدم اون 15% خیلی عجیبه. موندم واقعا که این 15% کیان که میگن باشد. حالا کار ندارم، احترام آمیزه، محترمانه است. حالا آقای خب چرا؟ خراسانی اینا رو که به حال به کرات گفته شده، ما بریم رو موضوع تجمع ببینیم چرا. بله. تحلیل شما چیه از اینکه این تجمع برگزار نشد؟ ببینید آنچه که ما در فضای مجازی در واقع خوندیم، بحث بر سر این بود که آقا
ما تجمع رو هر جور که باشه برگزار میکنیم، هر جور باشه، به هیچ عنوان عقب نشینی نمی کنیم و تجمع تحت هر شرایطی برگزار خواهد شد. اتفاقا جالبه، خیلی جالبه، این تعدادی از همکاران و دوستان من با هم صحبت میکردیم، گفتن 2-3 روز مونده به تجمع لغو خواهد شد. من شخصا گفتم نه، غیر ممکنه، مگه میشه؟ کلن وایرال شده این بحث تجمع و اینا و یه دفعه دیدیم بله همون اتفاق افتاد. بله اونا نوشتن که ما طی نشستی که با نهادهای بالادستی داشتیم، اونا یه قولهایی به ما دادند، 1 ماه ما فرصت دادیم. من همینجا میخوام بگم خیلی راحت شفاف، شما کی بودی که فرصت دادی به اونا؟ چه فرصتی دادی؟ 30 سال فرصت بس نبوده؟ آیا شما از طرف همه کسایی که میخواستن بیان تجمع یا از طرف همه کسایی که شاکیان وکالت داشتی؟ یعنی چی؟ شما چی کاره بودی که بری تصمیم بگیری؟ خیلی جالبه ها. از یه طرف میان میگن به مدیران صندوق، به کسایی که مدیریتشون خرابه، میگن شما چرا تصمیم بگیریم برای ما؟ خب شما هم که همین کارو کردی، که شما برای همکارت این کارو کردی. بعد ظاهرا یه 30-40 نفر بندگان خدا اون روز جمع شدن اومدن تهران پیش صندوق، حالا ظاهرا باهاشون صحبتایی هم کردن. خب پاسخ اونا رو چی دادی؟ اینجوری گفتن. حالا چه قولی دادن واقعا من نمیدونم و من معتقدم لغو تجمع بسیار بسیار کار اشتباهی بود، برای اینکه حرف زدین آقا، شما با حرفتون وایسین. مگر اونایی که دعوت کردین بیان تجمع اوکی گرفتین که اونا بگن باشه؟ نگرفتین که. شما چجوری تنهایی رفتی؟ چی گفتی؟ چی شنیدی؟ چرا اونا رو رسانه‌ای میکنین؟ بگین من باید بدونم، من یه عضوم دیگه. چرا اونا رسانه‌ای نمیشه؟ و نکته دیگه ای که میخوام بگم، کلمه‌ای به کار بردید به نام کمیته چی آقای حبیبی؟ یه بار دیگه بگین. کمیته، من 2 تا چیز دیدم که کمیته انحلال، یکی هم کمیته پیگیری ارزش مالکانه. همین. نه کمیته ارزش مالکانه رو که نوکرش هم هستیم آقا. کیه که ارزش مالکانه رو در برابرش تعظیم نکنه؟ این که اصلا بحثی نیستش که. این که اصلا حتما ما پشت ارزش مالکانه هستیم. این که اصلا بحثی نیست. کمیته انحلال رو میگم. اصلا یعنی چی؟ بازم شفاف میگم، همکار محترم من، تصمیم بگیری صندوق منحل بشه، مگه اینجوریه؟ شما کی هستی؟ توهین نیست. یعنی چه اختیاری داری؟ آیا میدونی منم دوست دارم منحل شه؟ اگر مثلا من میام میگم ارزش مالکانه، آقای مهدی سورگی میاد میگه ارزش مالکانه، آقای مزبان حبیب میگه ارزش مالکانه، آقای محمد داوری، آقای ایکس، آقای وای، خانم زنجانی، اون یکی کیه که بیاد به من و امثال من بگه تو کی هستی که میگی ارزش مالکانه منو بدین؟ آقای حبیبی کسی واقعا پیدا میشه بیاد بگه؟ قاعدتا چون یه خاص مشترک هست، نه دیگه. اصلا ما برای ارزش مالکانه پول گذاشتیم اونجا دیگه، مگه به غیر این آقای حبیبی؟ ما پول گذاشتیم که یه روزی بهرهشو ببریم، درسته؟ مگر اینکه من از عقل تهی باشم، خودمو میگم، بگم تو چی کاری بری بگی ارزش مالکانه. اما وقتی موضوعی به نام انحلال رو مطرح میکنیم، آخه مگه بچه بازیه؟ حرفای پوپولیستی زدن و نمیدونم تحریک کردن افکار عمومی و بعد زیرش زدن، آخه یعنی چی؟ واقعا هیچ کس منظورتون آقای مزبان حبیبیه دیگه از این دقیقاً پوپولیستی؟ بله دقیقاً. الان میخواستم بگم دقیقاً آقای مزبان حبیبی واقعا حق نداره از طرف من و امثال من
بیاد بره بگه آقا انحلال، زحمت داره میکشه، مخلصش هم هستیم، در حدی که به منافع همدیگه لطمه نزنیم، کار خراب نشه. یه ماه جامعه بدریم، چیه تجمع میکنیم، ال میکنیم، بل میکنیم، میایم اونجا رو درش گل میگیریم، فلان میکنیم، بعد معلوم نیست چی شد اصلا. شفاف صحبت نمیشه. آقا بگو چی گفتی، چی شنیدی، چه قولی دادن. تازه اگرم قول دادن شاید شما با اون قول قانع شدی. مگه شما میتونی از طرف 1,800,000 نفر، حالا نه، از طرف همه اونایی که میخواستن بیان قانع شده باشی؟ غیر ممکنه. بنابراین کمیته انحلال واقعا یک چیز به نظر من خنده‌داره و توهین‌آمیز هستن. به من توهین میشه. شما چه حقی داری از طرف من بگی صندوق منحل بشه؟ صندوق نباید منحل بشه. صندوق باید به سامان برسه، به دست اهلش سپرده بشه. اهلش کیه؟ معلمان، مالکانش. البته بگم تا این توی این بحث تجمع که پیش اومد، اینا خب یکم تغییر موضع هم دادن. مشخصا خود آقای مزوان حبیبی و اون کسایی که به حال این انحلال رو دنبال میکردن اومدن سمت این که نه، ما دنبال این ارزش مالکانه میگیم، اگر ارزش مالکانه رو نمیدید منحلش کنید، حق و حقوق ما رو بدید. حالا به حال این خط جدیدی بود که برای این تجمع دنبال میکردن، نهایتا تجمع هم لغو شد. حالا در مورد البته اون من یه چیز بگم آقای حبیبی، اینایی که میگن انحلال واقعا به نظر من آگاهی ندارن که اگر بخواد صندوق منحل بشه فکر میکنن که معلم ها به حق و حقوقشون میرسن. اصلا نه این گونه ببین، نیست. من صحبت‌های ایشون رو جای مختلف گوش دادم و خوندم. کلیت بحثش اینه که ما اینو به عنوان اهرم فشار میخوایم ازش استفاده کنیم. حالا استدلال ایشونه، کار به اون ندارم، ولی نکته‌ای هست که ایشون موفق نبود در برگزاری تجمع. شما هم درست میگید، تبلیغات گستره‌ای کردن و خب متن‌های مختلفی توی این مدت منتشر کردن، تو کلاب هاوس جای مختلف در واقع اومدن صحبت کردن و 3 روز به تجمع کنسلش کردن. و الان وعده بهمن ماه رو دادن. نمیدونم، من خیلی خوشبین نیستم که حتی بهمن ماه هم بتونن در واقع موفق باشن. جز اون کسایی بودم که ادعا داشتم 3 روز مونده به تجمع، این تجمع لغو میشه. حتی اسکرین شات دارم از گفتگویی که با یکی از این دوستان فعال صنفی داشتیم و فرستادم توی گروه‌های مختلف. من بهش گفتم 3 روز مونده به تجمع، این تجمع رو آقای مزوان هایی میزبان حبیبی لغو میکنه. و به خاطر همین با همین نگاه خیلی هم خوشبین نیستم که بهمن ماه هم در واقع اتفاق عجیبی بیفته. ولی حالا اون رو بذاریم کنار. شما آقای داوری، آقای باقری، دوستان دیگه، یه اکیپی دارید فعالیت میکنید، به هر دلیلی مثل اختلافاتی با میزبان حبیبی، مهدی سورگی، اینا دارید، کار به اون ندارم، نمیخوام ورود کنم. سوال اینه که اونا نتونستن، شما آیا انگیزه‌ای برای برگزاری تجمع و حرکت میدانی دارید و اساساً میشه رو حرف شما حساب کرد؟ ببینید، من معتقدم همان گونه که معلم ها در امور مختلف میان جلوی وزارتخونه و حقشون رو فریاد میزنن، تجمع و حرکت میدانی آخرین حلقه ارتباطی و رساندن صدای مظلومانه معلمانه. اصطلاحاً نباید پتانسیل یک کار ثمربخش رو بسوزونیم. تو این مورد اخیر متاسفانه سوزونده شد. یه مثال بزنم، مثل یه حالا نمیشه اینجا اسم بیارم، مثل یه بازیکن فوتبالیست درجه یکی که تو فوتبال عالی بوده، فوتبالش تموم شده، اینو بلا فاصله میارن چیکار میکنن؟ مثلا میکنن مربی تیم ملی. بعد موفق نمیشه، میگن سوزوندین این مهره رو. تو در واقع کارهای اخیر تجمع به نظر من
میتونه خیلی مؤثر باشه. وقتی که من میام میگم آقا ما 30 ساله، آقا 30 سال کم نیست. آخه یه نفر این معنی 30 رو بفهمه. آقای کاظمی معنی 30 رو متوجه باش. آقای هیئت مدیره، آقای صادقی، مدیر عامل و مدیر عامل های قبلی و همه هیئت امنا، بابا 30 سال. خیلی از همکارای ما، خودتون بهتر از من میدونید، آقای حبیبی عزیز، جان به جان آفرین تسلیم کردن. آقا هیچ بهره ای هم نبردن. بله تجمع آخرین حلقه ارتباطی است، ولی باید درست ازش استفاده بشه و همین جوری بیای شروع کنی تبلیغ، بعد 3 روز 4 روز مونده بدون اینکه اصلا توضیح خاصی بدی، هر روزم یه بیانیه. آخه بس دیگه، هر روز مگه بیانیه میدن؟ میگه کم گوی و گزیده گوی، چون دور تا زندک تو جهان شود پر. هر روز بیانیه. آخه یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ من نمیفهمم معنی این چی هستن. هر روزم عقب نشینی ها، متاسفانه. درد داره من اینو بگم. بریم بخونیم دیگه. مثلا دارم میگم همکار عزیز ما پارسال یا حدوداً 1.5 سال پیش وقتی صحبت از ارزش مالکانه میکرد، صحبت از 3 میلیارد بود و ارزش مالکانه خودش 1.5 میلیارد تخمین میزد. الان رسیده به 500 میلیون. خیلی جالبه ها. من واقعا نقد دارم به این حرف آقای سورگی. آخرین وایسی که فرستاده. ببخشید مگه من بچه بازیه؟ مگه آخه این چه طرز صحبت کردنه؟ واقعا جای تأسفه. میگه همکارا شما عقل دارید، نمیدونم خرد دارید، آگاهی دارید. آقای قریشی اگر میخواید مثلا 500,000 تومان باشه برید سمت آقای قریشی. اگر میخواید 500 میلیون تومان باشه بیایید تو تیم ما. وایسشو گوش دادین یا ندادین؟ گوش دادین؟ نه من گوش ندادم. هم حتما میفرستم گوش بدین. آخه یعنی چی؟ چطور شد ارزش مالکانه 1.5 میلیاردی شد 500 میلیون، 3 میلیاردی شد 1.5 میلیارد، حالا شده 500 میلیون. من همینجا اول به خودم و بعد به همه کسایی که پاشنه کشیدن در حوزه مطالبه‌گری صندوق ذخیره فرهنگیان دارن فعالیت میکنن، به هممون دارم میگم ضمن نقدهای بسیار شفاف، بسیار تند و تیز، اما محترمانه، اگر این اول بگم نسبت به این حرفهای من خدای نکرده خلاف واقع گفته باشم، هر کی بیاد ثابت کنه که ببین من اینو نگفته بودم تو اومدی اونجا گفتی، من حتما یه ویدیویی میگیرم عذرخواهی میکنم. به اینم قائلم ها که حواسم از هر چیزی رو نگم، چیزی که صحت نداره، درست نیست، راست نیست، نگم. اینو میگفتم. من از هممون میخوام آقا این منیت ها رو بذاریم کنار، بیاییم بشینیم دور هم دیگه. اون مافیای موذی صندوق ذخیره فرهنگیان قند تو دلش آب میشه وقتی من و آقای حبیبی داریم همدیگر رو میزنیم، وقتی من و فلان همکار داریم همدیگر رو میزنیم. هر دومون هم حرص حق همکاران رو داریم ها، ولی حالا به دلایل مختلف دیگه. آقا بیاین جمع شین، رو نقاط اشتراکمون تمرکز کنیم. خودی و غیر خودی اینو بریزیم دور. همون چیزی که در جامعه امروزی ما نفس ما رو بریده که خراسانی خودیه، اون غیر خودیه، این شهروند درجه 1، این شهروند درجه 2. دقیقا همین موضوع تو مطالبه گری صندوق ذخیره. اصلا من اولین نقدشم به خودمه، دارم میگم به خودم و بقیه میگم.
آقا بس کنیم این حرفا رو. من شفاف میگم این همه گروه، به خدا قسم افتخار نیست گروه من 60,000 تا عضو داره. این چی شده؟ از این چی در اومده؟ حالا که آقای حبیبی شما یه کاری رو شروع کردی، مصاحبه گرفتی از دوستان ما، من احتمالا نفرات دیگه هم هستش، شما میتونی پایه‌گذار این دور همی باشی که آقا بر اساس اشتراکاتمون جمع شیم دور هم دیگه. بابا پتانسیل آقای حبیبی 1,800,000 عضو، این باید باشه پتانسیلش. و واقعا ما حقمونه اگه 30 سال معطلیم و میدویم، چون دندونای ما رو خیلی راحت بگم بهت شمردن. خیلی ممنون. امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. شما نکته ای دارید که جا مونده باشه بخواید اشاره کنید؟ آره، من یه نکته بسیار مهم دارم. به زعم خودم به همکارا میگم همکارای محترم، معلم در این سرزمین، شعار نمیخوام بدم از شعارهایی که هیچی عاید معلم نشده، آی معلم الست، آی معلم بلست، هیچی عاید ما نشده، فقط شعار بوده. معلم در این سرزمین با پولش ببین چی فراهم کرده. خوب دقت کنید آقای حبیبی، همکارای محترم، معلم شرکت هواپیمایی دارن، 2 تا هواپیما دارن، شرکت جهانگردی و ایرانگردی دارن، کشتی داریم ما. آقای حبیبی میدونید صندوق ذخیره فرآیند کشتی داره؟ و میدونید که گم شده. خب کشتی داریم، کارخانه تولید قند داریم، ماشین سازی داریم، نمیدونم هتل داریم، دیگه چی بگم؟ چی هست که ما نداریم؟ ولی هیچی نداریم. یه اصطلاحی این روزا خیلی باب شده، ثروتمندان چی آقای حبیبی؟ ثروتمندان فقیر. من عذرخواهی میکنم از همکارا، ولی واقعیتیه. آقای حبیبی به نظر شما کدوم معلم تو خونش شیر آب سرویس بهداشتیش هوشمنده؟ فکر میکنی چند تا معلم آقای حبیبی؟ والا اگر صرفا شغل معلمی داشته باشن که همه معلمان زیر خط فقر هستن، چون الان بر اساس تموم شد رفت. حالا جالبه خط فقر 5 میلیون، میانگین حقوق معلمان نهایتا 18 میلیونه. بله، من سوالم واقعا اینه، واقعا سوال منه، هر کی میخواد هر نقدی داشته باشه محترمه، چرا باید تو صندوق ذخیره فرهنگیان شیرای آب هوشمند باشه؟ دلیلش چیه؟ چون پول مفت و دل بی‌رحم. خدا نگذره از اون کسی که به این پول رحم نمیکنه. چرا باید وارد هر اتاقی که میشی ظرفای بیسکویت پر، مویزای کیلویی چقدیه آقای حبیبی؟ من اینا رو مستند دارم مستند مویزای روی میزای اتاقا. فقط هم جالب مختص مدیر عامل نیست، مویزا کیلویی چنده فکر میکنی آقای حبیبی؟ یه تخمین بزن برای من ببینم. خیلی در جریان قیمت من چون این کارم چون تو باغ انگور بزرگ شدم، با کشمش و مویز سر کار دارم. این مویزا کمتر از کیلو 1,000,000 تومان نیست آقای حبیبی. با بانک بلند میگم. آیا سزاواره؟ واقعا سزاواره؟ از پول من معلم
بریم مبلمان میلیاردی، نه حالا 900 میلیونی 800 میلیونی بخری؟ بعد که به شما میگیم، به آقای مدیر عامل بشنوه آقای صادقی میگه نه همه اینا دروغه و از من دعوت میکنه با این لفظ: برادر عزیز شما یه روز بیا اینجا اینا رو راستی آزمایی کن و ببین دروغه، و اگر راستی آزمایی کردی دیدی دروغه، تو همون گروهی که نوشته بودی بلندتر بگو. گفتم چشم، حتما در جریان هستیم، بذار همه همکارا بشنون دیگه. ما بالاخره بعد 1 ماه 2 ماه بلند شدیم رفتیم اتاق آقای مدیر عامل. خیلی جالبه، مبلمان اون گوشه داره چشمک میزنه به ما، بازم آقای مدیر عامل میگه نه چنین چیزی نبوده. در حالی که معاونشون گفت چرا این مبلمان هستی، خودش مطرح کرد، یعنی بحث افتاد. آقا واقعا سزاواره. همکارای محترم آگاه باشیم، دنبال حقمون باشیم، بی تفاوت نباشیم بابا. من خیلی ممنون آقای خراسانی عزیز. ما و درد از اینا خیلی بیشتره ها، خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. ببین معلم بخیل نیست آقای حبیبی عزیز. شاید یه عده کوته فکر، اتفاقا من میخوام بگم ما خیلی هم خوشحال میشیم که صندوق ذخیرمون اینقدر با کلاس، کسایی که اونجا کار میکنن حقوق خوب میگیرن. ولی بابا خود معلم پس چی؟ خود معلم پس چی؟ سپاسگزارم آقای خراسانی عزیز، همکار ما، معلم و فعال صنفی معلمان به ویژه در حوزه مسائل صندوق ذخیره. ما در کانال شورا در واقع به دنبال این هستیم که با گفتگو با افراد مختلفی که در حوزه صندوق ذخیره فعالیت میکنن زمینه همگرایی و تشریک مساعی رو در واقع فراهم کنیم. اگر هم دقت بکنید در این مدت ما با آقای سورگی، آقای داوری و آقای خراسانی صحبت کردیم، کسانی که اصلا عضو تشکل‌های صنفی معلمان نیستن و هدفمون همونجور که آقای خراسانی هم اشاره کرد یه جور وحدت و هماهنگی بین همکاران است. آقای خراسانی خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که بتونیم در کنار همدیگه مطالبات صنفی و به حق معلمان رو پیگیری کنیم. سپاسگزارم. آقای حبیب خیلی از شما ممنونم از وقتی که گذاشتید، از حوصله‌ای که کردید و من باز تکرار میکنم هر کسی که در این گفتگو اسمش برده شد احساس کرد که اگر خلاف واقع گفته شده حتما حق داره بیاد صحبت کنه و اگر اثبات شد که من اشتباه گفتم حتما انقدر شجاعت دارم که بیام با همین حرارت و انرژی عذرخواهی کنم. بله، ما تو کلیپایی که منتشر میکنیم اونجا قید میکنیم هر کسی که اسمش در واقع نام برده میشه از طریق آیدی کانال شورا میتونه پیام بده و ما حتما مصاحبه میگیریم، وظیفمونه و نظراتش رو منعکس میکنیم. روزتون بخیر. زنده باشین. خدا نگهدار. خدا